خدا ما شما را اهل قرآن بگردن. بزرگترین کتاب. انجینر ما باید قرآن یاد داشته باشه، دکتر ما باید قرآن یاد داشته باشه، وزیر ما وکیل ما باید قرآن یاد داشته باشه، دریور محصل ما متعلم ما باید قرآن یاد داشته باشه. شرم است برادر، گناه است. ما را بازی دارن که مستحب است مستحب است مستحب است. این مرز بازی ها را برداریم. واجب است مستحب است مستحب است سنت است. از این گپ تیر شو قرآن را یاد بگی پشت واجب و سنت مستحبش نگرد. یک مستحب است. تو میفهمی مستحب توهین کنی چی میشی؟ کافر. مستحب است. مستحب چی میکنی؟ قرآن را یاد بگی. کلام خدا است. معجزه جناب محمد مصطفی علیه السلام است. جناب رسول خدا میگن که اول بگوین صلی الله علیه وسلم روز محشر آدم میخیزه پریشان، جانکش لوچ و برهنه، بدنش لوچ برهنه، تشنه گرسنه، سرگردان، ابتر و مظلوم و دربدر و بیچاره بیکس، تکی تنها از قبر میخیزه. آنقدر پریشان است، آنقدر پریشان است که پرسان نکنه. خود در این وقتی که تو در یک دشت باشی که هیچ کس نباشه، تو هم گشنه باشی و هم تشنه باشی و هم لباس نداشته باشی، تو خیال کنه دشت افغانستان قیامت خطرناکتر است، خیلی خطرناک. تاریک هم باشه، هیچ کس هم نباشه، پایت لوچ، سرت لوچ، بدنت لوچ، حلقت تشنه، قریب است میمیری. مردن کجاست؟ میترسی ناگهان یک کسی پیدا شود هر چیز داره، خوشروی، خوشبوی، زیبا و هر چیز به دستش داره. رسول الله میگه، قربانشم بگوی صلی الله علیه وسلم، رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم این آدم یک دفعه خوشحال میشه، میگه که کی هستش؟ میگه عمویی که شبها میخوندی. شبها چی رو میخوندی جوان؟ ای جوان من، شبها جز تلفن و تلویزیون و فوتبال و والیبال و قمار و شراب و چرس و تابلت و جنگ و سیاست و بدبختی چی رو میخوانم؟ شما بگوید برادران عزیز. ما قرآن ترک کردیم که آبروی ما ریخته است. شب برای قرآن است، روز برای قرآن است. در موترت قرآن ببر، در مکتبت قرآن ببر، در دکانت قرآن ببر، در سر کشت و کارت قرآن ببر، قرآن بخوان. به سفرت قرآن ببر، به کشتیت قرآن ببر، به وزارت و وکالتت قرآن ببر، به طیاره قرآن ببر. قرآن بخوان، قرآن ببوس، قرآن بشنو، عاشق قرآن باش. در غیر آن وا ویلا بر ما، افسوس بر ما که نام ما را هم باز چی بگویم؟ مسلمان.